لبيك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود به شما خوبان، شما عزیزانی که خداوند منان انشالله هممون رو از اجر حج و عمره بیت الله بهره‌مند میکنه. حالا چه اونهایی که خداوند بر اونا فضل و من خاصی داشته و اونها رو به میهمانی خانه خودش دعوت کرده و چه اونهایی که پشت صحنه هستند و از دورادور ماجرا رو پیگیر هستند و البته قلبهاشون رو همراه مهمونا فرستادن به مهمونی خدای منان. حاجیان و معتمران اینها وفد الله هستند، گویا که اینها گروهی از مؤمنان هستند که از جامعه بزرگ اسلامی، از جامعه بزرگ ایمانی اینها انتخاب شدند تا برند به عنوان نمایندگان، به عنوان سخنگوی‌های همه امت اسلام برند و اونجا عرض ادب کنند. بار الها ما به نیابت از 1.5 میلیارد مؤمن و مسلم اومدیم، از بین 1.5 میلیارد مسلمون ما 3 میلیون اومدیم اینجا تا ادای تجدید بیعت و عهد کنیم. اون میثاقی که ما مؤمنان با خدایمون داشتیم اون رو تجدیدش کنیم، که اون روزی که خداوند متعال از ما پرسید اولستو بربکم، ما گفتیم بلا. خب ما هم اومدیم که بگیم که همه مؤمنان بر عهد و میثاق خودشون هستند. پس این پروژه حج، پروژه عبادی حج یک پروژه متکامل هست، مال همه ما مؤمنان هست، چه اونهایی که به عنوان نائب ما، به عنوان مهمان برچیده شدن، انتخاب شدن و رفتن به خانه خدا، مهمونای خاص خدا هستن. خداوند اونها رو انتخاب کرده، خداوند اونها رو دعوت کرده، دعوت خدا رو اجابت گفتن، شروع کردن به لبیک گفتن. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، که در واقع این تلبیه باز برمیگرده به همون قالوا بلا. بله پروردگار ما شما، اله ما شمایید، خالق ما شمایید، رازق ما شمایید، ما غیر از شما کسی رو نمی پرستیم. حالا داریم میگیم لبیک، بله داریم میام لبیک اللهم لبیک، چشم خدایا چشم، ما به سوی تو داریم پرواز میکنیم، به تو با بال عشق و علاقه، با بال شوق داریم میاییم پیش تو ای رب. حالا قبل از این که بریم چیکار کردیم؟ رفتیم وصیتمون رو نوشتیم. وصیتمون رو نوشتیم یعنی چی؟ یعنی به همه گفتیم، آقا به خانواده، به بچه‌ها، به همه، که من از فلانی اینقدر پیش فلانی قرض دارم، از فلانی از من طلبکاره، از فلانی قرض دارم و ازش اجازه گرفتم، اجازه داده که من برم حج چون باید قرضش رو ادا می‌کردم. از فلان جا فلان ماشین رو خریدم، اینقدرش پرداخت شده، اینقدرش قراره که مثلا سال آینده پرداخت بشه. فلان چیزی که تو خونه ما هست از ما نیست، این امانتی فلانیه اینجا گذاشته. همه حساباتم رو صاف و صوف کردم. بعدش هم رفتم پیش عزیزان، اونایی که باشون تعامل داشتم، ازشون حلالیت طلبیدم، تو که به هر حال سفر است و این سفر احتمال داره رفتی باشه و برگشتی توش نباشه. هر سفری سختی‌های خودش رو داره، مشقت‌های خودش رو داره و من به اصطلاح آمادگی کامل رو از این جهت گرفتم. یه نقطه بسیار از اهمیت دیگه هم هست که اون رو هم باید در حسابم داشته باشم و اون اینه که با کی دارم میرم، رفیق راه هم کیه. این خیلی مهم هست، چرا که این رفیقی که منو همراه میکنه میتونه یک رفیق موذی باشه که من رو از عبادت و از خداوند دور کنه و میتونه یک انسان پاک سرشت و مؤمنی باشه که من رو به خدام نزدیک کنه. آخه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی زیبا این صداقت رو
برای ما به تصویر کشیدن که مثال دوست خوب و دوست بد چطور هست. مثال دوست خوب مثال به اصطلاح جلیس صالح و دوست خوب و نیکو مثال کسی هست که عطر فروشه. حالا اگر شما رفتید پیش این عطر فروش با اون صداقت کردید، همیشه عطر بوی خوش ازش میاد، اینه که یا به شما یه عطری مسکی عنبری هدیه میده که خب باز شما میتونید ازش استفاده کنید و شما هم خوشبو باشید، یا اینی که ازش میخری باز هم شما خوشبویید و استفاده کردی، یا همینی که باش نشستی حداقلش اینی که بوی خوشی به مشام شما میاد و اذیت نمیشید. اما دوست بد چطوره؟ دوست بد مثل یک دوستی با آهنگره، دوستی با آهنگری که اونجا جوشکاری هست و بوی گند میاد و فلان، یا اینی که شراره این جوشکاری میخوره به لباس تو میسوزونه، یا اینی که حداقلش اینی که بوی بدی ازش همیشه میاد و خودت هم بدبویی و خودت هم اذیتی. حالا ما داریم میریم به سوی یکی از بزرگترین عبادت ها. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که فرمودند که افضل الاعمال الایمان بالله و رسوله، بهترین عمل ایمان به خدا و رسولش هست. بعد از اون چی؟ جهاد فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کردن. بعد از جهاد فی سبیل الله یه جهاد دیگه است که اون حج است، حج مبرور. یه جهاد بزرگی هست که گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در دهه ذوالحجه کار نیک در نزد خداوند متعال از همه چیز با ارزشتر و خوبتره. گفتند که یا رسول الله حتی از جهاد؟ فرمودند بله حتی از جهاد، مگر اون مجاهدی که خودش بره به جهاد با مال و ثروت خودش، هزینه‌اش هم از خودش تأمین کنه، با این هزینه رفت به جهاد، از اون ور خودش شهید شد، مالش هم در راه خدا رفت، این مجاهد بر یک حاجی میتونه فضیلت داشته باشه. و الا حاجی حتی از یک مجاهد عادی هم به اصطلاح عملش، کارش، نیکش بالاتر هست. این کار نیکی که ما به سوش میریم و این کار نیکی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که حج مبرور جزاش فقط بهشته، نیاز هست که من در این سفر بهشتی لا اصاحب الا مؤمنا، دستور خداوند رو، دستور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو پیاده میکنم که لا تصاحب الا مؤمنا، هیچ وقت با خودت رو دوست و صمیمانه نشو مگر با مؤمن، ولا یاکل طعامک الا تقی. وقتی انسان دوست میشه، صمیمی میشه، دیگه حالا با هم میشینن، با هم میخورن، این نشانه صمیمیت هست. این صمیمیت تو مگر انسان تقی و وارسته و پرهیزگاری نباید باشه. حالا ما گروهانی یا اون کاروانی که انتخاب میکنیم باید این رو مد نظر داشته باشیم که در این کاروان حتما افراد صالحی باشند، علمایی باشند، اندیشمندانی باشند، کسانی باشند که ما رو یادآوری کنند. امام نووی یک جمله بسیار بسیار زیبایی داره که میفرمایند که لازمه که حاجی برای خودش یک رفیقی رو انتخاب کنه که رفیق صالحی باشه، که اون رفیق صالح وقتی که به اصطلاح اون رو رغبت بده به خیر، همیشه اون رو تشویق کنه که کارهای خوب بکنه و منعش کنه از کارهای بد و زشت. و اگر مثلا در هنگام عبادت هست خسته شد، یادش رفت، اونو یادآوری کنه بیا با هم قرآن بخونیم، بیا با هم ذکر خدا رو بکنیم، بیا با هم دعا کنیم برای مؤمنان. و وقتی که به اصطلاح ذکر میکنه، قرآن میخونه، بیاد کمکش کنه که بیا قرآن میخونیم، بیا با هم بخونیم، این آیه معناش چیه، میفهمی؟ دعا میکنی، یادت نره، دعا برای مؤمنان، دعا برای صالحان، برای مردگان خودمون، دعا برای مؤمنان دربند، یادت نره اهل سوریه از ذهنت نرن بیرون، مصری ها براشون دعا کردی، برای ترکیه دعا کردی، برای لیبی دعا کردی، برای تونس دعا کردی، برای یمن دعا کردی، برای مؤمنان متعهد و با ایمان دربند در ایران دعا کردی، در افغانستان، در تاجیکستان برای همه مؤمنان دعا کردی، یادآور کنه، اون رو تشویق کنه. این رفیق صالح رو ما گرفتیم. بعد از اون اومدیم در مسیر میخوایم بریم. کجا میریم؟ اولین مرحله سفرمون هست
که میریم به سوی این جهاد پرمشقتی هست. باید آمادگی ذهنی قبلی رو داشته باشیم. در این جهاد خب سختی ها خواهیم دید، راحتیش دیگه اون راحتی نیست، اصلا خود سفر یه قطعی از جزئی از عذاب و سختی است و مشقت. حالا این یک سفر خاص هست، یک سفری که احیانا ایجاب میکنه که ما تو خیابون بخوابیم، این یک سفری که خیلی وقتا ایجاب میکنه که ما نتونیم به غذای درستی برسیم، تو گرما باشیم، تو سرما باشیم، در این به هر حال در این ازدحام همدیگر رو گم کنیم، پریشون بشیم. همه اینها در به اصطلاح ذهنمون باشه، پیش زمینه داشته باشیم تا اگر با اون مواجه شدیم دست و پام رو گم نکنیم. پس ما داریم به سوی یک سفر میریم، یک سفری که اساساً جهاد در راه خدا هست و مکانت جهاد اینقدر بالا بود که همه مؤمنان که به جهاد میرفتن، حتی زنها، ام المؤمنین عایشه صدیقه می اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میپرسیدن که یا رسول الله، خب هم جهاد که خیلی مثلا اجر و پاداش زیاد داره و از بزرگترین اعمال صالحه است، افلا نجاهد، ما زنا نریم جهاد، به ما اجازه بدید که ما بریم جهاد که از این فضل بزرگ ما بی بهره نشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حج برای شما خانم ها جهاد هست، جهاد شما خانم ها حج مبرور هست. به خصوص خانم ها میدونن که الان من دارم میرم جهاد، تو جهاد حلوا تقسیم نمی کنن، تو جهاد سختی هست، تو جهاد نیزه هست، تو جهاد کشته شدن هست. من خانم به خصوص وقتی میرم باید این رو در خودم داشته باشم، در ذهنم باشه که من دارم الان میرم به جهاد، من میرم تا با سختی ها انس بگیرم، من میرم برای تحمل سختی ها. یعنی اساساً من حرکت کردم به سوی سختی و مشقت حرکت کردم دیگه. وقتی رفتم اونجا دیگه نق نزنم که اوه اینجا چی جاییه، چطور بشینم، کجا بشینم، کجا وایسم، ماشین نیست باید پیاده برم، این همه راه رو من چطور پیاده برم، وای پدرم در میاد، این حرفا نه دیگه. اصلا این مسائل حل شده از در ذهن من. چرا؟ چون که من رفتم، من اومدم برای جهاد. پس جهاد زنها همین حج در راه خداست و جهاد به هر حال سختی ها داره و این اجر و پاداشش به خاطر همین سختی هاست. اینه که من اومدم الان در این مسیر حرکت کردم تا ثابت کنم که یک مجاهد هستم، اجر یک جهادی رو بگیرم، اجر یک مجاهد رو بگیرم، اجری که به اصطلاح بی پایان هست و هیچ عملی نمیتونه مثل جهاد باشه. کسی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله به من یک کاری رو نشون بده که مثل جهاد باشه. فرمودن که نمیتونی. آیا میتونی که همیشه عمرت قیام اللیل داشته باشی، همیشه در نماز باشی، همه روزهات در روزه و اینا باشه؟ پس اینه که این کار رو که نمیتونی بکنی و جهاد هم همینطوری است. صاد حق، گامی در راستای بیداری. خب رسیدیم به میقات. در قبل از اینکه بیایم به میقات خودمون رو آماده کردیم، موهای زائد جسممون رو گرفتیم، ناخنامون رو گرفتیم، در میقات غسلمون رو میکنیم و احرام میپوشیم. احرام خیلی وقتاست که ما فکر میکنیم احرام یعنی این لباس. این لباس مجازاً بهش میگیم احرام. احرام در واقع همون یک حالت هست، یه حالت خاص، حالت انتقال از یک مرحله به مرحله دیگه. من الان میام تا در یک مرحله دیگه داخل بشم. من مثل مرده وقتی که میخواد از این دنیا بره به دنیا آخر، یک مرحله رو طی میکنه. من دارم وارد این مرحله میشم و این حالت انتقال رو بهش میگن احرام. لباس نیست. این لباس مثلا خانم ها لباس ندارن، همون لباس خودشون احرامشون هست. آقایون هم اگر مردی اومد لباس احرامی پیدا نکرد، این لباس رو پیدا نکرد یعنی
یا مثلا خواب مونده بود، هواپیما از میقات گذشت، ماشین گذشت، بعد لباس احرامی پیدا نکرد، خب حجش درسته، بعداً نیاز هست که فدیه بده و به هر حال کفاره بده و قضیهش حل میشه، اما حجش درسته. پس احرام در واقع انتقال هست، انتقال از یک وضعیت به یک وضعیت جدیدی که در این وضعیت جدید من مؤمن یک پایبندی های خاص خودم رو خواهم داشت. در این وضعیت جدید من احساس میکنم که از یک انسان عادی من منتقل شدم و شدم یک انسان محرم. این انسان محرم باید ملائکی و صفت باشه، دیگه شهوت معنا نداره، کلن حرف از شهوت، حرف از اون خواسته های نفسانی من وجود نداره. دیگه من ذوب شدم در این کائنات بزرگ، دیگه من الان حق ندارم حتی به یک درختی هم در حقش بی‌ادبی کنم، یه درختی رو هم اذیتش کنم، یه درختی رو بکنم، حق ندارم یک حیوان رو شکار کنم، چرا که الان من در منطقه‌ای قرار گرفتم که احساس میکنم من یه مخلوقی از مخلوقات خدا هستم، درخت‌ها هم مخلوقات خدا هستن، حیوانات هم مخلوقات خدا هستن و هممون هم لباس کفن پوشیدیم. حالا لباس کفن هست، هیچ جیبی هم نداره، پس از الان احساس میکنم که دنیا فانی است، این دنیا هیچ ارزشی نداره. ببینید مؤمن با دنیا چطور هست؟ طوری هست که انگار دنیا رو اصلا نمیبینه، اصلا بهش اهتمام نمیده، اصلا در ذهنش نیست، تا خود خداوند بهش تذکر میده، میگه که ای مؤمن ولا تنس نصیبک من الدنیا. مؤمن جان دیگه این دنیا رو واقعا ولش کردی، اما یادت نره یک چیزی از این دنیا بردار با خودت. اینطوری باید مؤمن دیدش از دنیا اینطوری باشه. و اینجاست که دیگه الان میبینیم یکی از مشکلات حاجی‌ها این است که پولاشون رو کجا بذارن، هی میرن دنبال کمربندی بگیر، حالا تو کجا این کمربند چقدر جیب داره نمیشه جا داد فلان داد، از این حرفا. یعنی دنیا اینقدر از دنیا بگیر که نیازت رو برآورد کنه. وقتی میری به اصطلاح حاجی در حال سفر هست، میگه آقا این مبلغ $10,000 رو با خودت بگیر، میگه چیکارش کنم آقا، چیکارش کنم، من اینقدر میخوام که نیازش دارم، کجا بذارم اصلا؟ باید وظیفه به اصطلاح دنیا رو اینطور از خودمون برانیم، نه اینی که دنیا نداشته باشیم، دنیا داشته باشیم اما دنیامون تو دلمون نباشه، دنیامون تو دستمون باشه که در راه خدا این ور اون ور بدیم. نعم المال صالح، بهترین مال صالح در دست انسان صالح هست که اون رو در راه خدا ينفقه آناء اللیل و اطراف النهار، شب و روز در راه خدا انفاق میکنه. الان اومدیم ما همه مؤمنان بدور از تمام اون طبقات اجتماعی که بود، بدون از همه لباسمون رو کندیم دور. یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزی که باعث میشد من با برادر دیگرم اختلافی داشته باشم، فرقی داشته باشم، بر اون غرور کنم، خودنمایی داشته باشم، خودم رو نشون بدم، فلان کنم، در کنارش نشینم، فلان، همه اینا رو انداختیم دور. تجرد کامل، دور شدن کامل. این پوستین گناه و پوستین باورهای چرند و اون تصورات من درآوردی، اینا رو همه رو انداختم با لباسم دور و این رو پوشیدم. این لباس و بهتر همینه که سفید باشه. هر لباسی البته هر پارچه ای میتونه باشه، اما بهتر اینه که سفید باشه که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و رنگ رنگ کفن هست. انگار که ما همه شدیم به اصطلاح مؤمنانی که به سوی خدا میریم، به قبر میریم و در یک حالتی از ذلت و خواری. حالا خانم ها لباس خاص ندارن، لباسشون به اصطلاح هر لباسی بپوشن درسته، اما باز دیگه اینجا میدان ذلت هست، میدان بردگی است، میدان خاکساری است، انکسار هست در مقابل خداوند. دیگه اینجا شایسته نیست که زنها هم بیان فخر فروشی کنند با لباسهای شیک و اینا. اصلا لباس زن این فرصت هست اینجا. حج برای اون خانم هایی که بعد حجاب هستند یا بی حجاب هستند یه فرصت هست که منتقل بشن از یک حالت عادی به یک حالت ایمانی.
همونطور که ما از حالت عادی اومدیم داخل حالت احرام شدیم، اونایی که در این مسیر با ما همراه نیستن اونها هم باید یک تحولی در خودشون ایجاد کنند. به خصوص خانم ها که لباسی که میپوشن باید اون شروط لباس ایمانی رو داشته باشه. لباس ایمانی چه شروطی داره؟ یکی پوشش کامل بدن باشه، شفاف نباشه که بدن ظاهر نشه، به بدن نچسبه که حد و مرزهای بدن چاقی و لاغری و نمیدونم حجم طرف رو بروز نده. لباسی نباشه که جلب توجه کنه تا همه دیدن چه زرق و برقی بهش نگاه کنن. لباسی نباشه که خاص یک موجودات خاصی هست، لباسی که مال راهبا هست، مال مسیحی ها هست، یا لباسی که مال هندوها هست، لباسی که مال یک دیانت دیگه هست، این نباشه. و لباسی باشه که به اصطلاح لباس خانم ها باشه، لباسی نباشه که مثلا لباس مردا باشه، کسی از دور دید بپرد آقا این یارو مرده یا زنه. این شیوه مثلا یک لباس ایمانی هست که باید هر خانم مسلمونی داشته باشه و این فرصت هست. فرصت برای منی که رفتم حج، اون خانمی که خداوند فرصت داده بره حج که اینجا یک تغییر و تحولی در خودش بیاره، یه انسان نوین بشه. فرصت در منی که کسی رو فرستادم به حج، در من مؤمن، ما همه مؤمنان، حالا کسی که میفرستیم به حج خیشمون باشه، از منطقهمون باشه، از شهرمون باشه یا از امت اسلام باشه، اینی که میره، حتی اونی که از آفریقا میره، در واقع نیابت از من میره. این میره پیش خداوند متعال در خانه خدا که میره مهمونی انتخاب شده. این یکی از پیک های ماست که فرستادیم برای تجدید عهد و پیمان با خدامون. پس نیاز هست که با لبیک اون ما هم لبیک بگیم، ما هم بگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. ما هم با احساساتمون، با شعورمون همراه هستیم با حاجیان در بیت رحمان.